بچه توی این ویدیو خیلی خفن اومدیم بریم چیکار کنیم. بچه در این ویدیو اومدیم بریم سراغ سوتیایی که تو دیوار دادن. به به، یعنی مسخره ترین آگهی های دیوار. اومدیم با هم بریم نگاه کنیم. به به، لایک کن، لایک نکنی لایکت میکنم. نه بس بریم دیگه، لایک کن. و خلاص بعد از جورج رود کرش 1402 متر. به به، چقدر هم عالی. قیمت کل 150 میلیون هست. این کی الان؟ خب این کی الان اینجا؟ این داداشمون کی الان اینجا؟ به به، نوعم که فروشی، تعداد اتاق یه دونه. ببین یه خونه است، بعد تو این آقاهای خونه است، درسته؟ خیلی هم عالی هستن، پشمریزون هستن. ببخشید گوشی خاموش شد. عذر میخوام. بعدی 20 متر است عزیز دلم. خب بنویس چی داری میفروشی. قیمت کل 300 میلیون. نوع فروشی حومه شهر نیست. محل گرگان مشخص نشده. دلیل بالا بودن قیمت اینکه زیر خونه گنجه. اوف چه گنجی اونجاست داداش گلم. و عزیزم اگه اونجا گنج هست، خودت چرا داری خونه رو میفروشی؟ گنج رو بردار و بزن به فرار. چی میگن؟ به خدا همه اینجوری هستن. خب نمیشه یه خونه بود که زیرش گنج بود و میلیاردی میارزیده خونه. میلیاردی نزدشون. کفش راحتی دادش در کجا پیدا کردی تو داداش؟ 4 ساعت پیشم گذاشته بوده، قیمت هم 50,000 تومن. نوع مردانه. به خیلی هم مالی. درود بر شما دوست عزیز. بابا این کفش سوراخ تو چی رو داری میفروشی؟ 50 تومن، اینو 40 تومن هم نفوشم، 30 تومن هم اینو ازت بر نمیدارم. والا بعد تو حالا میخوای بری با همون 5 تومن چی بخری؟ آدم خرسی هم بهت نمیده. نه ببخش بهش یه هاتداگ میدن. بعد این چی بهش میدن؟ پدر سگه چه آگهی زدی خاک سرت کنم. دندان مصنوعی پریروز هم نوشه. چی جالب هم نوشه پریروز. قیمت توافقی یعنی میشه عوضش کرد با یه چیز دیگه، فکر کنم اگه درست گفته باشم. محلم که کرمانشاه مشخصه شد. یک دست دندان مصنوعی کاملا نو تمیز. بعد خیلی نو تمیزه. برای یکی از بستگان تهیه شده. فقط 1 هفته استفاده. اونم سوپ خورده باش، خودتون ببینه متوجه میشین. اصلا جرم نداشت. جرم هم نداره. خوبه. این چیه پدر سگ؟ چی آگهی کردی تو؟ قابلمه بادام قاشقش هم فروشی هست عزیز دلم. قیمتش هم 45,000 تومن. خوک بر سرت کنم. کی رو میخره؟ بشورش. بعد اگه میخوای قاشق و اینش هم داره. بچه ببخشید از ذره کیفیت عکس پایینه. و چیتوز موتوری خودش هم یه دونشو خورده. مشکل نداره اصلا، بازش کرده یه دونشو خورده. و مایل به محافظه هستم. بله. بعدی چاقوی محمد طلا کدوم خرید؟ دوست دارم بدونم. جواب باش. قیمت نزده. چاقوی محمد طلا
شمشیر جمونگ 27 میلیون یا 17 میلیون. حداقل یه ذره تو این تاریخ معلومه چیه. نفهمم. امیدوانتی درسته؟ قیمت امیدوانتی هم 1000 تومن است. ای جانم. حالا بعد این دسته‌بندی حیوانات مزرعه، یعنی حیوانات مزرعه رو میبره. حداقل عکس وانت میزدی. والا عکس وانت میزدی بعد مینوشتی وانت اجاره ای دیگه. دادش چه خبرت دیگه. بعدی دندان گرگ. خب بس سوال، تو این دندان گرگ از کجا آورد و 1.200 هم داری میدی بره؟ محلم بندر عباس مشخص نشده. منطق پیکنیک دقایقی پیش، قیمت 20,000 تومن. خوبه. نوع فروشی محلم اصفهان. منم خودم اصفهانی هم. اینم که تامنل یه ویدیو دیگه است. خب بچه این نبود از این ویدیو. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین و تا ویدیو دیگر باش.